سلام بینندگان عزیز، نوید بامدادی است از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 13 می و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان می رسانم. هیئت سازمان جهانی تندرستی روز 12 می ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت سرعت گسترش بیماری در تاجیکستان نگران کننده است. گروهی کارشناسان این سازمان از روز 1 می در تاجیکستان قرار دارند. پاتریک اوکانور رهبر هیئت گفت تاجیکستان به مرحله سرایت بیماری در داخل جامعه وارد شده است. موردهای ثبت شده کووید 19 هنگام حضور ما در کشور زیادتر شدند و تعداد بیماران هر 2-3 روز 2 برابر زیاد می شود. بنابراین وضع تشویش آور است و اندیشیدن چاره‌های ضروری را طلب می کند، گفت او. در ادامه نشست یک اعضای هیئت گفت که عین زمان آزمایش ها فقط در شهر دوشنبه انجام می شود و متخصصان قادرند حد اکثر از 200 تا 250 تشخیص انجام بدهند که بسیار کم است. برای همین سازمان جهانی تندرستی توصیه داده است که آزمایش ها زیادتر انجام داده شوند و راههای گرفتن تشخیص در لابراتوری‌های سیار در شهر و ناحیه‌های کشور باید بررسی قرار داده شود. سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی در پاسخ به سوالها دایر به امکانیت تاجیکستان برای تشکیل تشخیصی بیماران احتمالی گفت تا امروز در کشور 44,000 واسطه های تشخیص وجود دارد که از چین و روسیه و آلمان آورده شدند. به گفته او تا 11 می بیشتر از 7700 نفر از تشخیص کرونا ویروس گذشتند و از میان آنها بیماری 661 نفر ثابت شد. هیئت سازمان جهانی تندرستی روز 1 می و بعد از آن که به تاجیکستان آمد که شبهه و گمان درباره عاری از ویروس بودن کشور زیاد شد، مقامات رسمی تا روز 30 اپریل می گفتند که در تاجیکستان یگان مورد سرایت کووید 19 ثبت نشده است، هرچند تقریبا هر روز دایر به مرگ و میر از بیماری که مقامات التهاب شش میگفتند زیاد میشد. ضمناً روز 12 می همچنان صحبت تلفنی هانس هنریک کلیوگه مدیر منطقوی سازمان جهانی تندرستی در اروپا و جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تازه تعیین تندرستی تاجیکستان صورت گرفت. هانس کلیوگه در صحبت تلفنی با وزیر تاجیک گفته است سازمان آماده است به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس متخصصان زود عمل فرستد. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت تندرستی، مدیر منطقوی سازمان جهانی تندرستی در اروپا پیشنهاد کرده است که تاجیکستان برای سنجش اهالی باید تشخیصگاه‌های سیار را فعال کند. معلوم نیست وزیر تندرستی تاجیکستان به این پیشنهاد چی پاسخ داده است، ولی دفتر مطبوعاتی وزارت از قول عبدالله‌زاده نوشت تاجیکستان برای پیشگیری و تبابت گرفتاران کووید 19 چاره‌های ضروری را عملی می‌کند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 12 می اعلان کرد که در شبانه روز گذشته در کشور 68 تن دیگر با کرونا ویروس مبتلا شدند. با اطلاع رسمی شماره عمومی گرفتاران با سنه 12 می به 729 نفر برابر شد. تا این دم 23 کس از این بیماری جان باختند. درباره آنهایی که از این بیماری شفا یافتند گزارش نیست. برخی از ساکنان به آمار رسمی درباره گرفتاران و قربانیان کووید 19 با شبهه می‌نگرند، چون هر روز در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ چندین نفر از بیماری همگیر خبر داده می‌شود. بنابر پایگاهی الترناتیوی که رویخط قربانیان کووید 19 را در تاجیکستان نشر می‌کند، تا کنون در این پایگاه اسم 149 نفر گردآوری شده است. برخی از آنها از التهاب شش فوتیدند. مقامات مثل دفعه‌های گذشته تفصیلات ندادند که شماره گرفتاران در کدام از منطقه‌های تاجیکستان بیشتر و یا کمتر است. تنها اشاره کردند که برای مقابله با بیماری تمامی چاره‌ها را اندیشیدند. مقامات تاجیکستان تا 30 اپریل میگفتند در کشور بیماری همگیر به کسی سرایت نکرده است، هرچند تقریبا هر روز دایر به افزایش بیماری التهاب شش و مرگ و میر از این بیماری گزارش می رسید. از روی آمار گرفتاران در میان کشورهای منطقه تاجیکستان در زینه چهارم است. تا 12 می در قزاقستان 5279 نفر، در ازبکستان 2509 نفر و در قرقیزستان 1037 مورد سرایت کرونا ویروس به ساکنان آشکار شده است. اما آمار تلفات از بیماری کووید 19 در تاجیکستان در مقایسه با ازبکستان و قرقیزستان بیشتر است.
تا این دم در ازبکستان 10 و در قرقیزستان 12 مورد فوت بیماران را ثبت کردند. ولی در قزاقستان شماره قربانیان نسبت به تاجیکستان زیادتر است. در آنجا از این بیماری 32 نفر جان دادند. وزارت مدافع تاجیکستان قسم‌های حربی زیر اطاعتش را به کرانتین گرفته، از جمله واخوری والدان را با سربازان موقتا منع کرده است. ولی صرف نظر از پاندمی کرونا ویروس، معرکه دعوت بهاری جوانان به ارتش تاجیکستان ادامه دارد. عارف ناظمیان سخنگوی وزارت مدافع روز 12 می گفت تصمیم به خاطر حفظ سلامتی سربازان و افسران گرفته شده است. با گفته او در حدود قسم‌های نظامی کرانتین جاری شده، برگزاری همه گونه چاره‌بینی و قبول شهروندان موقتا منع است. اینچنین در آشخانه و جایهای خواب سربازان پاککاری جریان دارد. اضافه کرد. مسئولان وزارت مدافع گفتند دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی همانا ادامه دارد و تا این دم زیاده از 95% نقشه اجرا شده است. با این وجود ساکنان از سرباز شکار یا جلب مجبوری جوانان به ارتش خبر می‌دهند معرکه دعوت بهاری تا آخر ماه می ادامه خواهد کرد. در شرایط گسترش کرونا ویروس، کارشناسان از وزارت دفاع درخواست دارند که موقتا دعوت جوانان را به ارتش قطع کنند، چون با گفته آنها اگر یک جوان سرایت شده به صف نیروهای مسلح وارد شود میتواند چندین نفر دیگر را بیمار کند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسانه‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 053959 است. یادآور بشیم که این تنها برای گرفتن پیام ها است. این رقم تلفن اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. قرقیزستان تصمیم دارد که یکی از گذرگاه‌های مرزیش را با تاجیکستان بندد. در این باره اکرم مادومعرف، معاون سروزیر قرقیزستان، 12 می در جلسه پارلمانی خبر داد. تعبلدی تیلویف، وکیل پارلمانی قرقیزستان، پیشنهاد کرد که تا حل مسائل مرزی سرحد با تاجیکستان بسته شود. وکیل گفت در پی نزاع‌های مرزی ساکنان نزد مرزی و مرزبانان ضرر می‌بینند. اکرم مادومعرف گفت رهبریت قرقیزستان باید چنین اقدامی بگیرد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به برانگیختن مناقشه مسلحانه در روز 8 می متهم کردند. در این مناقشه به گفته مقامات رسمی 2 شهروند تاجیکستان، 3 سرباز و 1 ساکن عادی قرقیزستان جراحت برداشتند. وزارت‌های امور خارجه هر دو کشور روز 9 می یکی پس دیگر با نشر بیانیه‌های رسمی گفتند که سفیران همدیگر را به وزارت خوانده و نوتای اعتراضی سپردند. مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول میگوید به احتمال زیاد این مؤسسه بار دوم در سال روان از سبب سرایت سراسری کرونا ویروس دورنمای رشد اقتصاد جهان را در سال 2020 بازبینی میکند. به احتمال زیاد ضربه به اقتصادهای جهانی وزن‌تر از آن خواهد بود که پیش بینی میشد. روز 12 می در یک صحبت آنلاینی کریستالینا گیورگیوا گفت آماری که از کشورهای گوناگون به دست آنها رسیده است بدتر از رقم‌هایی است که پیش بینی میشد. او افزود آمار نو در ماه ایون جنبست خواهد شد. در ماه ینور قبل از آغاز کرانتین در کشورهای مختلف عالم صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که رشد اقتصاد در دنیا 3.13% خواهد شد. ولی در ماه اپریل کارشناسان صندوق دورنمای رشد را بازبینی نموده تاثیر منفی سرایت کرونا ویروس را به نوبت گرفته بودند. در ماه اپریل صندوق پیش بینی کرده بود که رشد اقتصاد جهانی 3% خواهد شد. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی میگوید او دستور داده است که نیروهای امنیتی کشورش به عملیات بر ضد طالبان آماده باشند. این سخنان رهبر افغان یک روز پس از آن صدا دادند که سلاح بدستان به یک شفاخانه در شهر کابل حمله کرده بمبگذار مرگ طلب خود را در یک مراسم دفن در ولایت شرقی ننگرهار منفجر کرد. حمله های خشونتبار روز 12 می حیات 40 نفر را از بین بردند. به خصوص در حمله به شفاخانه زنانه 16 نفر و از جمله 2 طفل نوزاد کشته شدند. در بمبگذاری مرگ طلبانه ولایت ننگرهار باشد 24 نفر کشته و 68 نفر دیگر مجروح شدند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله ها در ولایت ننگرهار را بر دوش گرفت. طالبان دست داشتن در این حمله ها را رد می کنند.
در پیام تلویزیونی خود اشرف غنی طالبان و داعش را مسئول حمله‌های روز 12 می و حمله‌های دیگر در سراسر افغانستان نامیده افزود که او به نیروهای امنیتی دستور داده است از عملیات دفاعی به حمله گذارند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو از حکومت افغانستان و جنبش طالبان دعوت کرد که در همکاری مسئولان حمله ها را به جوابگری کشانند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین و یکی از شخصان نزدیک به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همراه با همسرش تاتیانا نافکا قهرمان بازی‌های المپی به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. رسانه‌های روسیه روز 12 می نوشتند که او فعلا در بیمارستان معالجه می‌گیرد. درباره چگونگی وضعش گزارش داده نمی شود. خودی پسکوف به رسانه‌ها گفته است بله من بیمار شدم و تبابت میگیرم. دیمیتری پسکوف یکی از شخصان نزدیکترین به ولادیمیر پوتین است و هر روز موقع کرملین و پرزیدنت روسیه را در مسائل مختلف به مطبوعات شرح می‌دهد. آخر ماه اپریل میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه اعلام کرده بود که گرفتار کرونا ویروس شده است و از این رو خود را کرانتین کرده است. بعداً وزیر فرهنگ اولگا لیوبیمووا و وزیر ساختمان ولادیمیر یاکوشف نیز به این بیماری مبتلا شدند. بنابر آمار دانشگاه جان هاپکینز تا 12 می در روسیه بیش از 230,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، زیاده از 2100 نفر جان باختند. درباره صحت شدن بیش از 43,000 کس از این بیماری گزارش می‌رسد. روسیه از روی شمار گرفتاران کووید 19 بعد از آمریکا در جای دوم در جهان می‌ایستد. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما نگاه داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 26 درم، 1 یورو 11 سومانی و 13 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 139 سومانی تعیین شده است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.